اگر از شما بپرسن که با فضیلت ترین آیه قرآن کریم در مورد امیرالمؤمنین کدوم آیه است، چه پاسخی میدید؟ پاسخش رو امام رضا فرموده که اون آیه مباهله است. همون آیه که خدا فرموده قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیامبر فرموده توی علی جان من پیامبری. حالا یه سوالی مطرح میشه، انصافاً آیا پیامبر زن و فرزندی نداشت که همراه خودش بیاره؟ چرا؟ ابراهیم فرزند پیامبر حدوداً 1 سالشه، ماریه قبطیه همسر پیامبره، اما پیامبر علی، فاطمه و حسنین رو آورد که بگه بهترین های عالم رو میخوام بیارم که اسلام رو با اینها به عالم عرضه کنم. این از خاندان با عظمت پیامبر، اهل بیت رسول الله.